ما دکتر نوید خپلواک هستم و امروز در مورد میکروب جاردیا معلومات برتان میتم. اینکه میکروب جاردیا چی است و چگونه سبب تکلیف میگرده. روی همین موضوعات بحث میکنیم. اکثرا ما با مریضای سر میخوریم که اسهالات مزمن و طولانی مدت داره، یعنی سالهای سال اسهال است، بادهای شکم، صداهای غر و غر در شکم داره. اکثریت مواقع درد شکم داره که با رفتن به تشناب با تخلیه باد شکم و مقدار مواد غایطه این توپیش و دردهای شکم تسکین میشه. در بعض مواقع موجودیت قف در مواد غایطه در نشان دهنده جاردیا یا جاردیاسیس در جهاز هاضمه است. تلخ بودن حلق و همیشه احساس تهوع و دلبدی از جمله علائمی است که مریض ها شکایت داره و تثبیت میکنه که این همه موجودیت جاردیا را در اعمای کوچک ما. خب، در پهلوی دلبدی و تهوع اگر اسهالات بر مدت طولانی دوام بکنه، اگر اسهال مزمن داریم، موادی که میخوریم دوباره به شکل اسهال به محیط برمیگرده، بدون شک سبب کمبود وزن، احساس خستگی مزمن یا کرونیک فتیگ سیندروم هم از اینا در میکروب جاردیا محسوس است و به وجود میاد. خب، اگر میکروب جاردیا سبب تکلیف یا بیماری بگردد، به نام جاردیاسیس یاد میشه. جاردیاسیس یعنی زمانی که جاردیا وارد وجود شد، سبب بروز عفونت و التهاب ها در اعمای کوچک بگرده. مرض برخواسته از جاردیا را به نام جاردیاسیس یاد میکنه. همچنان در بعضی از ریفرنس ها یا کتاب های طبی به نام جاردیاسیس دوردینالیس هم یاد شده. جاردیاسیس دوردینالیس. دوردینم اسنای اشره میگه و بیشتر ناحیه متضرر از پرازیت جاردیا اسنای اشر یا دوردینم است. به مو ملحوظ به نام جاردیاسیس دوردینالیس هم یاد میشه. در ریفرنس های یوکی یا یونایتد کینگدم یا انگلستان بیشتر به نام جاردیا لامبیلا یاد شده. هم از اینا اطلاق به یک میکروب است یا یک پرازیتی است که امروز موضوع بحث ما و شماست و در موردش مفصلا براتون معلومات میدم. خب، میکروب جاردیا زمانی که سبب تکلیف بگرده به نام جاردیاسیس یا جاردیاسیس دوردینالیس یا جاردیا لامبیلا یاد میشه. دو نوع از میکروب جاردیا را با خود داریم، یعنی جاردیا در دو حالت زندگی میکنه. two forms. کدام است؟ یکی به شکل سیست و دیگه هم به شکل تروفوزایتس. این که سیست و تروفوزایت چی است در جریان بحث مفصلا رویش گپ میزنیم. تروفوزایتس. اوکی. این شد دو نوع جاردیا که یکیش به شکل سیست است و دیگه هم به شکل تروفوزایتس. سیست سبب تکلیف میگرده، یعنی most infectious form of جاردیا، یا سبب اسهالات مزمن، بادهای شکم، غر و غر شکم، دردهای بطنی، همچنان موجودیت قف در مواد غایطه، دلبدی، باختن وزن، یا هرچی کوشش بکنیم وزن نمیتونیم بگیریم چون موجودیت جاردیا سبب اسهالات گشته، موجودیت جاردیا سبب سوء هاضمه گشته. نوع جاردیایی که سبب تکلیف میگرده به نام سیست یاد میشه. شما اگر در این شکل ببینین، این نوع سیستیک جاردیاست. سیست یک غلاف محافظوی است که جاردیا را در داخل با خود داره و از شر ترشحات جهاز هاضمه همین سیست نجاتش میده. خب، از کجا میایه بالاخره جاردیا؟ ما چگونه به میکروب جاردیا بالاخره مبتلا میشیم؟ مواد غذایی ملوث. مواد غذایی ملوث با چی؟ با جاردیا. این مواد غذایی میتونه میوه باشه، میتونه ترکاری باشه، میتونه تمام مواد غذایی که معمولا ازش استفاده میکنیم.
خب نوع سیستیکش گفتیم که most infectious است infectious یا امین نوش سبب بروز تکلیف میگرده. توسط دستای خود با مواد غذایی نوع سیستیک جاردیا میایه به دهن و از دهن هم به میری، از میری بالاخره به میده. در جایی که میکروب جاردیا جابجا میشه بیشتر این ناحیه است که به نام دواردینم یاد میشه، دواردینم یا اثنای عشر. و می خاطر است که در بعض کتاب ها به نام جاردیاسیس دواردینالیس هم یاد شده. همچنان در جواجینم یا قسمت دوم امعای کوچک ما جابجا میشه و در اونجا دو حالت با خود میگیره. زمانی که میکروب جاردیا رسید به داخل امعای کوچک ای هم شکل سیستش است. خب زمانی که سیست به داخل روده آمد تکثر میکنه، ریپلیکیشن و تولید مثل به وجود میاره، یعنی به اصطلاح هم بچه و چوچه مگذاره. این هم نوع تروفوزایت است که قبلا روش گپ زدیم. تروفوزایت نوع غیر فعالش است، سبب تکلیف گشته نمیتونه، در محیط هم زندگی کرده نمیتونه، یعنی زمانی که با مواد غایطه به محیط اکسکریت یا ترشح میشه دوج از بین میره و میموره. تنها نوع سیستیک از او سبب تکلیف میگرده. خب از محیط سیست جاردیا را گرفتیم، آمد به دهن، از دهن به میده، در میده هم از شر تیزاب HCl یا هیدروکلوریک اسید توسط موادی که از دور بر خود ترشح کرده که به نام سیست یاد میشه نجات یافت، آمد بر دواردینم به اثنای عشر و در اینجا بالاخره زندگی عادی خود به پیش میبره. در زندگی عادی سیست دو حالت داره، به دو تروفوزایت تبدیل میشه. یکی تروفوزایتی که غیر فعال است ولی میتونه تولید مثل بکنه، ریپلیکیشن یا دیگه جاردیاها را میتونه بسازه. و نوع دوم از سیستیک است، یعنی سیست جاردیا تبدیل شد به تروفوزایت. این تروفوزایت بالغ و کلان و مچور شد و دور بر خود دوباره سیست تشکیل داد. اوکی، این شد سیست یا مو غلاف محافظتی که جاردیا از خود تولید میکنه و با این سیست توسط مواد غایطه به بیرون آمد. این سیست جاردیا توسط مواد غایطه به بیرون آمد. این مواد غایطه بنابر یک ملحوظه یا توسط باد، باران یا توسط تماس مستقیم آمد و روی مواد غذایی ما رسوب کرد. مواد غذایی که قبلا گفتیم میتونه هر خوردنی باشه. این خوردنی را به شکل سیست آوردیم به دهن، از دهن دوباره سایکل آمد به میده، به روده و به این نوع جاردیا امرار حیات میکنه و زندگی خود به پیش میبره. خب میایم روی یک سلسله تغییراتی که خود جاردیا میتونه در امعای کوچک ما به وجود میاره. فرضاً اگر این ساحه را تحت میکروسکوپ ببینیم، حجراتی که در امعای کوچک ما موجود است، حجرات اپیتیلیم یا حجرات سنگفرشی در بعض از ریفرنس های ایرانی گفته شده. خب این حجرات اپیتیلیم ماست، اپیتیلیال سلز، و در داخل هر حجره هسته موجود است. این شاخک ها در حقیقت وظایف خیلی مهم روده را به پیش میبره. برش باردر یا ای برآمدگی ها یا فلاجیلا های کوچک است که انزایم های خیلی مهم ترشح میکنه. این انزایم ها عبارت از برش باردر انزایم است. برش باردر انزایم یکیش هم لکتیز است و فرکتیز. اینا دو انزایم خیلی مهم است که قندهای کمپلکس و چند قیمته را به قندهای کوچک و سمپل و یک قیمته تبدیل میکنه تا مورد استفاده ما قرار بگیره. زمانی که جاردیا آمد توسط مواد اردهیسین با این نواحی خود میچسبانه.
ادهیسین مواد است که توسط خود جاردیا تولید میشه. زمانی که ادهیسین تولید شد، جاردیا به این ناحیه وصل شد و چسبید، مواد مخرب از خود ترشح میکنه و آهسته آهسته این براش باردرها را از بین میبره. زمانی که برش باردرها از بین رفت، ما به سوی جذب مواد غذایی روبرو میشیم و امی است که بالاخره عدم جذب و سوی جذب سبب دوام دایریا یا اسهالات میگرده. این شد یک موضوع. موضوع دوم، اگر اینجا یک حجره را برتان رسم کنم یک کم کلانتر، برش باردر یا ای برآمدگی هایی را که یک حجره روده داره یا انتیروسایتس، به خاطر است که مواد بیشتر جذب بکنه. خب اگر این برش باردرها موجود نمی بود، ممکن حجره اینو تو یک شکل به خود می گرفت. این ساحه اگر اندازه گیری شود به مراتب کمتر از این ساحه است. درست اگر ما این پیچ پیچک امو تو لیس و سیده بسازیم، ممکن چندین برابر یک حجره شود. سرفیس ایریا ای را میگیم. سرفیس ایریا یکی از صدمات جبران ناپذیر را که جاردیا به وجود میاره. این شاخک ها را زمانی که از بین برد، ساحه برای جذب خیلی کم میشه. وقتی کم شد، اسهالات مزمن و طولانی مدت دوام میکنه. برش باردرز چگونه از بین میره؟ گفتیم که آمد توسط اینی شاخک ها یا فلاجیلا ها جاردیا میایه و خود به اینجا وصل میکنه. با مرور زمان برش باردرها را از بین میبره و اپاپتوسیس یا یک نوع از مرگ و میر حجرات شروع میکنه که حجرات دوردینم و حجرات امای کوچک ما به مرگ خود بمرن. وقتی از بین رفت، آهسته آهسته روبرو میشیم به علائم مزمن و طولانی مدتی که عبارت از اسهالات و بادهای شکم و سوی آزما و موجودیت قفل در مواد غایط است. خب اگر جاردیا موجود باشه و معالجه نشه، کدام عوارض میتونه به وجود بیاره؟ یکی از عوارضی که جاردیا تا این حال به نزد همه ما به وجود میتونه بیاره کمبود وزن است، weight loss و باختن وزن. چگونه؟ خب تمام مکانیزم گفتیم که جاردیا سبب اسهال میگرده. اسهال یعنی باختن تمام مواد غذایی که قرار است جذب شود، هم سبب زیاد وزن و هم سبب تولید انرژی بگرده. موضوع دومی که بعد از جاردیا میتونه به وجود بیاد لتارژی و کرونیک فتیک سیندروم یا خستگی مزمن و طولانی مدت است. خوب بدون شک اگر مواد غذایی در مواد غایطه به شکل اسهال بیرون رانده شود، آهسته آهسته میریم به سیندروم خستگی مزمن یا احساس خستگی، کسالت، جان درد، ولی هیچ بدون از او که کدام علتش بفهمیم نزد انسان ها به وجود میاد. در اطفال بیشتر سبب گروت ریتاردیشن یا سوی تغذی مال نرشمنت هم میگرده. گروت ریتاردیشن اکثر از اطفال ببینیم که سنینشان پخته شده میره 12 سال، ولی از نگاه قد و قواره و جسامت بیشتر به 5 سال 4 سال و 6 سال میخوانه. اینا کسایی هستند که توسط امی پارازیت جاردیا متضرر شدن و مواد غذاییشان بیشتر به محیط میره. چیزی که خیلی مهم است، موجودیت جاردیا حجرات روده را متضرر می سازه. یک چیز را به نام نیتریک اکساید کم میکنه. زمانی که نیتریک اکساید کم شد، فعالیت باکتریاها و میکروب‌های دیگه از کنترل و تعادل سیستم دفاعی مبرایه و مساعد می سازه خود مریض به مرضهای دیگه، خصوصا امراض دیگه انتانی. یعنی سیستم دفاعی خلاصه ضعیف میشه در موجودیت جاردیا. نیتریک اکساید اگر کم شد، توان مجادله وجود با میکروب ها کم میشه و میکروب ها میتونه به زودی تکلیف به وجود بیاره. خب اگر جاردیا برای مدت طولانی دوام بکنه، این مایکروویلاهایی را که قبلا برش اشاره کردیم یا این شاخک هایی که
بیشتر پروسه جذب به پیش میبره. اگر از بین رفت یا کوتاه شد، یک اصطلاح را حتما شنیدین به نام لیکی گت سیندروم یا سیندروم روده جال به وجود میآید و این بیشتر متضرر می سازد تمام وجود ما را. یعنی یک جاردیا، میکروب جاردیا را عادی نگیریم، میتونه امراض دیگه را در جهاز هضم ما به وجود بیاره، مثل لیکی گت سیندروم یا روده جال. خب چگونه معالجه صورت میگیره؟ قبل از معالجه باید بریم به طرف دلتا اکس یا دیاگنوستیس یا تشخیص. چگونه باید تشخیص شوه یا شناخته شوه؟ ستول انالیسیس یا تحلیل و معاینه مواد غایطه، هم تروفوزایت جاردیا را تحت میکروسکوپ به می شکل که اسم میتونیم ببینیم و هم سیست جاردیا را به می شکل که قابل ملاحظه است در تحت میکروسکوپ قابل دید است. چگونه معالجه جاردیا صورت بگیره؟ بهترین معالجه وقایه است. حتما شنیدین وقایه همیشه بهتر از معالجه است. از آب پاک استفاده کنیم. اگر از میوه و ترکاری باب استفاده میکنیم، بیشتر از با کلورین بشوییم تا موجودیت جاردیا و سیست اگر داشته باشه که از بین ببره. در ادویجات میتونیم از دلگزانید فوریت استفاده کنیم. دلگزانید فوریت. یک موضوع مهم دیگه که یادآور شوم، اکثرا کسایی که جاردیا داره با خوردن قرص های فلاجیل و میتودین بر یک روز و چند ساعت یا چند روز آرام می باشه. اینها کسایی هستن که باید یک بار مواد غایطی خود معاینه بکنه. اگر احیانا پرازیت جاردیا دارن که کورس مکمل معالجه خود اینا تطبیق بکنن. ممنون.